تو میدونستی، همه بچه‌ها میدونستن، این سری نمیدونستن. خب من گفتم ما یه هفته‌است میدونیم. چه خبره اونجا؟ داش حرف میزد تو ویدیو بگم بگو. اینجا من یه بار گربه غذا دادم. بعد غذا داشتم می‌خوردم، با هم دعوا گرفتم. بعد یه ذره اوکی شدم. بعد مثلا اون پوت داشتم با هم چیز می‌کردم به خدا. بچه‌ها اگه شما چیزی فهمیدید تو کامنت به من بگید. بریم همین سیب. الان ما نمیافتیم مثلا ولی با گوشی تو بگیریم. این الان گوشی ایشونه. ناکنین این آقا بیا دیگه کجا بود. این آقا هم که می‌بینی آقا فاز شماره تو بگو 0901. آقا گفت ولی حالا کات می‌کنه. زنگ بزنن. کات می‌کنه داداش. از من یه ویدیو بگیم می‌خوام برم اینجا آب بخورم. چیکار می‌خوای بکنید الان؟ آب بخورم. آقا ول کن آقا. نرو. کجا میری؟ میافتم. یه بار خریدم شنا کردم با من گرفت. آقا برای چی می‌خوای بری آقا نرو. برو. واقعا حاجی خیلی بال بوده. خلاص چی شد؟ چه اتفاقی افتاد بهش اینو سورپرایز کردم. آره سورپرایز کردم منو تو کلاس تولد. مامانم منو سورپرایز کرد. عشق من. مامان دمت گرم. بچه‌هایی که اینجا بودن واقعا دمشون گرم. واقعا یه جوری سورپرایز کرد. بی‌نظیر بود. آقا نظرتون راجع مدل مو تو کامنت ها بگید. واقعا قیافه رو ببین تو اصلا. اینو باید بکنی تو این کل یا هات؟ کل تو خودت که هات کل. آقا داستان چیه؟ تو این قرار چیکار کنیم؟ ببین واقعا هیچ کاری قرار نیست بکنیم. بابا نکشین گنده مزخرفات اینا قاطی داره. اصلا ببین یک وضعی هستی ما خود من نمیدونم. واقعا اصلا یه وضع اصلا عجیبی. ولی خب اصلا خیلی بارودم ویدیو رو اگه حالا اون بخشی که من سورپرایز شدم و کات کنم بزن که بقیه نیفتن دیگه بچه‌ها. اصلا پول گنگ دختر. اصلا پول خونداقی کلاش دختر. اصلا پول بذار اصلا قضیه بهت بگم چی من خودم سورپرایز شدم. ظهر اومدیم چیز کلاس زبان امتحان زبان داشتیم. منم که چی نخوندم. این آقا واقعا نخونده بود. شاید از من بیشتر خونده بود نمیدونم. آجی اومد امتحان رو کتبی رو بگیره و دیدم از اون ور اومدن چند نفر من سورپرایز کردن. تولد گفتم چی شده؟ واقعا خودم موندم آجی. واقعا اصلا خودم برگام ریخت. یکم راه بریم. واقعا فکرشو می‌کردی من سورپرایز بشم؟ نه. هریسا گفت شما میدونی از قبل. آقا اینا از قبل میدونستی. حالا خلاصه ما الان کجاییم؟ ما کلاسمون همین بغله. بعدش خلاصه میشی دیگه کلاس بریم الان بریم که دیر شده آقا ساعت چند دیر شد. آهویی دارم خوشگله فرار کرده ز دستم فقط یکم لاشی آخ کاشکی اونو میبستم. دست بده تمام صدا نخورد. اصلا بازم صدا نکن وایسا. این بخش باید به این بخش تو بخوره. شو نمی سابسکرایب کنه. سابسکرایب کنه. 5-6 بار نبودم. پلیس فرار کن. سابسکرایب کن آقا. سابسکرایب لایک کامنت. این کانال ما باید یک کار بشه دیگه. الان 100 تایم بریم. بچه یک کار کنید بریم پول در بیاریم. 100 تایی شدیم تو یوتیوب. برقص کارو چی اندام میکنم آقا؟ چیکار داری؟ ما نه واقعا خوشحالم. 100 نفرم مگه 100 نفرم خیلی ها. فکر کن کل نصف این شهرداری. واقعا دمتون گرم که حمایت میکنید. آره بچه گل آقا من دیگه حرف میزنم. ما داریم چه زحمت خیلی واقعا دمتون گرم. عشق منید. ناخن چشام من تو زندگیم زیاد شکست. آقا چی دارم میگم آقا ول کن. جمله انگلیسی میگم قطعش کنم. نه آقا این نباید بزنم. یوتیوب رو بله پیش تو با کم آوردم خیلی بچه قسم دروغی خوردم خیلی بچه.
اصلا امروز روز عجیبی بود واقعا. ببینید در کنار کی هستیم. آجی اینجا نشون بده دور و بر، نشون بده دور و بر. عجیب غریب بودی کلا برام گفتم یا عمر چه خبره فلان. آقا نظرتون راجع به این بگید. اینو من از یک فردی هدیه گرفتم به نام آقا فرزاد. آقا فرزاد عشق خیلی جرأت میخواد یکی اینجا بیاد. چی میگی؟ جالبیش اینه که ما با تعدادی از دوستان و آشنایان و بالاخره اومدیم اینور کلا دو خانوادگی کلا چه اونجا رو میبینین اون قایق سیگما رو فکر نکنم خوب تو دوربین قایق لاستافازه. بیا بریم حاجی بیا بابا همراه باش. برو بچه برو کنو بیا چشم و ابرو برو بچه. ببین اون دور یه ماشین است، ماشین خطریه. حالا آقا لایک سابسکرایبتون نره. من این قایق هم صاحب نداره. همینو موتور رو کش کنیم بریم. کجا بریم؟ من گوشیم خاموش شد. تو با گوشی این آقای محترم اومدیم گوشی داریم ویدیو میگیریم. دمش هم گرم. الان نزدیکای چهارشنبه سوریه، هر دست امکان داره یه بمب افکن بندازن اینجا. نزدیک بیفتم. بیمون 23 جدی 2 روز دیگه تولد ماه. حالا نمیدونم شما این ویدیو رو کی ببینید، تو معلوم نیست واقعا کی ادیت کنم بذارم اینا. ولی خب ما بیا بریم فعلا سمت اون ور ببینیم چه خبره. نه اون ماشین رفت بکنیم. حالا ماشین اونا بریم. خیلی دوره، تو دوربین خوب نمیافته. اونجا بریم بی خیر بابا ول کن. هر حالی که باید تمام بریم. ویدیو تموم شد. ولی یه ذره هوا میه. یکم زیاد نه. ولی هوای خوبیه. آره هوا خوب. حالا تازه بهار میشه و هوای بهاری و اصلا آره. در آینده متوالی شما قراره یه سری ویدیوهای متفاوت ببینید. حالا قراره یه سری پارتایی که قبلا میذاشتیم مثل تیکی تایم همون ترسناک تایمی که بالاخره ریاکشن اینا بود. رابیا آقا رابیا داشت گیم پلی اینا هم داریم. ولی خب حالا همون محتوا رو فعلا ادامه میدیم. حالا خودتون در آینده میبینید دیگه چه جور ویدیوهای قراره بذارم فلان و اینا. احتمال زیاد حالا ولاگ هم قراره بذاریم مثل همین ولاگی دیدید. هیچ ببین هیچ هدفی نداشتیم ویدیو. اصلا فقط زر زدن. یه جای ترسناک باید یه سری پیدا کنیم بریم. یه جای ترسناک داداش هیچ کس نیست. ما رفتیم قایقا اونجا داداش 3 تا شدن. داداش 2 تا نبود 3 تا شد. یه صدایی نمیاد مشتی. مشتی صدای اینه مشتی. یه صدایی اومد. کلید آقا اینا کلید. حل. آقا نظرتون راجع به ویدیو کامنت کنید. اگه واقعا هدف نداشت من معذرت میخوام. صرفا فقط خواستم حضور رو اعلام کنم که آقا من هستم. ادامه میدم و بریم حالا ببینیم بعداً چه ویدیویی قراره بسازیم. آقا خداحافظی انجام بدیم. آقا دمتون گرم که ویدیو رو دیدید. لایک، سابسکرایب، کامنت، زنگوله حتما یادتون نره و مرسی برای 100 تا سابسکرایب. دمتون گرم که حمایت میکنید. بازم خیلی ممنون از شما. حالا بعداً ویدیوها رو میذارم. شما نظرتون راجع به ویدیو برام کامنت کنید. نظرتون راجع به حالا بالاخره محتوایی که دوست دارین بذارم برام کامنت کنید. تو کامنت ها بگید. ولی خب آره دیگه خلاصه دمتون گرم. چشامی تا ویدیو بعد بدرود.